سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان. نهایت گرامی، یک چند وقت دو طرفای خیرخانه نمی اومدیم. یک چند هفته قبل فقط از سرای شمالی یک دیدن داشتیم. بعد از دوستا شکایت داشتن که چرا خیرخانه نمیری، برو ما رو نشان بده سرای خیرخانه را. امروز دوباره من این دوستان عزیز تقریبا دیگه نزدیکای حصه سوم خیرخانه کابل هستیم، هتل پروان. هنوز نرسیدیم، خب همون روان هستیم. این طرف دوستان عزیز همون واواست. واوا را دیگه فکر کنم همتون میشناسین بیشتر از من، چون شاید از من که زیادتر اسکریم خوردن بین با فامیلای تنی طرف، خصوصا کسایی که خیرخانه هستن حتما شیریخ و اسکریم واوا را میشناسن که خب یک شیریخ و یک آیس کریم داره. میبینین که خوب تزیین هم کردیش، اما تو گلکاری کردیش و زیبا دیگه اونه فروختنشونه ادامه میتن. یعنی هم فضایش دوستان از البته چمن اسکریم است به طرف شقوباست. چک فضای زیبایی داره. گلها رو سعی کنین دوستان عزیز در چت کشال کرده چقدر زیباست. این طرف شب با چراغان شود بیخی مقبول میشه. خوشتون میاد که چراغان شود دوستان عزیز، بسیار مقبول معلوم میشه. این طرف هم است، این طرفش هم است. این طرف بازان ایگان توپکار هم کشال کردین از گلدان ها که به زیبایی شافزوده. ببینید دوستان عزیز چقدر زیبا شده. این طرف هم محیط پذیرش از شینوری است. نفهم که ماهی هست یا که شینوری، خب هست جایی که نامش معلوم است، همه هر دویش است. این طرف هم فرشویی دوستان عزیز، قانونشویی پاکیزه است و خانه های ادری بسیار مقبول است دوستان عزیز. اگر ببینین خانه هاست، زمین های بسیار بزرگ، خانه های بسیار بلند مقبول و زیبا. چک سایبان هم در سرش گرفته. خوب دوستان عزیز میریم اون طرف سرک. اون طرف سرک یک زرگک، آفتاب کم است، آفتاب بر دو طرف است، چون آفتاب دیم بالای سرم و میتابه. اون طرف باز یک زرگک میشه که یگان سایه گیر بیاییم، یگان سایه را گیر کنیم و از آفتاب بگیریم، اما میسوست بیخی نمیشه دیگه. به میخاطر میریم اوسو مشکیج یک کورس دریوری هم است، اون در حال لرزاندن است. حالا ما رو نزنک نویاد است. کورس دریوری مموزه است که یکی از معتبرترین کورس های دریوری در افغانستان می باشه. سر قبلی رو میشنوین دوستان عزیز، خوراک 50 افغانی. خانه های زیبا رو ببینین دوستان عزیز چقدر زیبا و مقبول هستن. و این طرف همچنان جالبیت چیز دوستان عزیز که در این منطقه نمیفهم چطور اتفاق رخ داده یا نقشه هم تو بوده. اول تقریبا یک 20 تا 30 متر زمین از پیشوشان کور باغچه جور کردن، برن خانه با دو طرف است، در حالی که میتونستن بسیار بزرگتر جور کنن و البته فکر کنم ملک شخصی است، چون که بعضی هایشان بسته کردین و بخش باغچه خوده، یعنی مثل ازی تحصیلات عالی طبی اساس، اما بعضی ها باز مانده و باغچه جور کرده مثل ازیجه. دیگه بر ما جالب است واقعا. در اون طرف فوقدر نیست، فوقدر نیست که بیخی نیست، اما این طرف بس ها زیاد است، این طرف اما نیست. برج خیرخانه شمال هم زیاد از دوستان عزیز.
یه دوستان از اگر یک سایه باشه، یکم سایه باشه طرف های دیگر کافتاب بشینه یا که روزای بارانی ببینید چه یک جایی است و چقدر مقبول است. دو طرف درخت‌ها، پیاده رو بزرگ و چقدر زیبا و عالی. دوستان عزیزم تو ادامه میتیم برای ما و بریم نزدیک ببینیم چی تغییرات آمده در هتل پروان شهر کابل، چهارراهی هتل. خب دوستان عزیز البته براتون نگفتم میره که از جایی که ما آمدیم دیگه اون طرف قلعه نجاراست. در خود چهارراهی که برسیم باز پیشترش میرسیم به سیراهی خوجا بغرا. در چهارراهی هتل پروان طرف دست راست میرسه به طرف سرک میدان و دست چپ هم میرسه به طرف گلایی پارک لیسه مریم شهر کابل. شمال از شمال دوستان عزیز. این طرف مسجد هم دوستان عزیز به خاطر مسجد پیاده رو کوچک شده، یک ذره از گلدان کم کرده اما با سرک هیچ کمبودی نمانده. سرک در جایش است، فقط این خجای مانده که هم باسکل و هم پیاده بگذره. این سرک هم دوستان عزیز دیگه گلایی سینماست. این نمیجه این قسمت گلایی سینماست که یک روز جدا باز سرکش هم میریم میبریم در گلایی پارک. این ساختمانمون جدید جور میشه، در حال ساخت ساز است. بوترش یک ساختمان دیگه بود تو جور شد، تیجال دیگه جور میشه. این ساختمانش تازه در حال کار است. اون ساختمان هم از سابق جور شده دوستان عزیز. دواخانه ها زی هتل پروان دوستان عزیز مردم برام دواخانه کابل میشناسن، هم در فروشی های دواخانه های بزرگ، چیزی که در هیچ جای افغانستان شما پیدا نتونین در هتل پروان پیدا میتونین. گرم های بسیار بزرگ است و همون تو دواخانه ها و همه چیز. کلا دوستان عزیز هتل پروان اصلا گفتم به دوا میشناسه مردم. یعنی کورس دریوری و تکنیکی موزه محترم آوردگی است کرده. مرکز تجارتی و ادویه فروشی کابل. پشت درختای سبز هتل پروان پنهان شده. اینجا یک هتل عروسی تازه جور میشه دوستان عزیز. یک بانک بود فکر کنم سابق، بانک در پایینش هنوز است. ما یه هتل بازسازی میکنن، هتل سابق است به احتمال زیاد بازسازی میکنن میشه. این زیاد وقت شده نامدیم دوستان عزیز، یکان تغییرات جدید آمده در هتل پروان. این چی هتل هم میسازه زیبا مقبول و بلند. میوند بانک بود چه دوستان عزیز که اون لوحه‌اش هست، نمیفهم خودش هم هست یا نه. به هر صورتش عنوان کاخ عروسی پروان یا هتل عروسی پروان که بخش کابل بمون هم دوستان عزیز مشهور شد.
اینجا دوستان از دواخانه هاست کلا. اون فروشی های دواست دوستان. منبع معده میشه برای این دوستان. خب دوستان عزیز، امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین. پیش از گپا این موتل پروان درخت‌ها کم کم پیشوی ما رو گرفته دیگه. این دوستان عزیز ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتون.